سلام بچه‌ها، به چنل ما خوش اومدید. امروز قراره که چالش ترای نات تو لف با انجام بدیم، یعنی که سعی کنیم نخندیم و ویدیوهایی توی اینستاگرام جستجو کردیم و اینا، و اینکه دیگه حالت رقابتیه و اینکه یعنی اینکه نباید به ویدیوها بخندیم. دیگه نباید سعی کنیم جلو خندمون رو بگیریم که دیگه چون دیگه یه پلن خیلی خوبی چیدیم برای امروز با مجازات این سری. اوه چی هست؟ اوی چیه؟ این خیلی ترشه جدی؟ بعد بیشتر دربارش توضیح نمیدم. حالا یه چیزای دیگه هم هست، بعد که هر کدوممون امتحان کرد به عنوان مجازات اون اجازه داره بگه توضیح بده که چه جوریه. من ترش بدت میاد. خوشم میاد. این خیلی هم قویه. حالا بریم اولین ویدیو رو نگاه کنیم. علی زنگ گوشتو خاموش کردم بیدارت نکنه، خوب بخوابی. نه اینو آلارمش خاموش کردم که بیدارت نکنه، خوب بخوابی. دل نکنه ای دل من که خدا با تو باشه؟ بی ناموس دلغک یکیچ. حالا بس یه خاطر آسان نرید کنم. یه بار امام وقتی ما خواب بودیم گوش ما از شارژ کشیده بود، گوش ما اصلا آورده بود، گفت من از خواب بود بیدار کرد که بگه گوشید پر از شارژ شده. دیگه نمیش کم چه بحانه همین جان خندیدی. دیگه خداییش یک هیچ. خیلی جالبی بود. بریم سراغ ویدیو بعدی. از ساعت 3 صبح جلو آینه داشتی. خدا شاکو سیاسی. من اگه پسر بودم تو دختر بودی دهن دایسی میدویدم. همه دیدم شیر مرد. حرکت بسم دالهول برادر. خیلی سخت بود. خندیدی؟ من یک کمی خندیدم واقعیتش. اینکه بخندی این خنده حساب میشه. این یک کوچولو اشکال نداره. بیا سختش کنیم. من باید سختش کنیم. و یه لبخندش کن. اینه که دیگه دهنت باشه حساب. اوکی قبول. بزن. ویدیو بعدی. ایسان اسلامی واقعا. اون که دیگه اصلا دیگه تو اینستا یعنی ترکونده. آره خیلی دوستشون دارم. دقیقا نمیدونم چمه، ولی یادم قدیما اینقدر چم نبود. جالب بود. ویدیو بعدی. هوای من لبات دپا نکنم. من متوجه نشدم اینقدر تند خندیدی. خیلی چقدر من بود. بذار یه بار دیگه بذار. خدا یه بار دیگه بذار. هوای لبات دپا نکنم. هوای لبات دیگه میشه. دو هیچ. آره. نه من باید جدی بگیرم. ببین آخه من آدم شادیم، راحت میخندم. ترای نات تو لف. پرسیدین چجوری دوستم آوردم این همه پله بالا. ببینی الان وایساد اینجوری. ولی تو بد کردی بد دردی دوست داشتی جا برام دمت گم با مرا گن زدی به باورا. درست. آره بعدی. خدمت شما. دستون درد نکنه. لطف کردید. ممنون. مرسی. چیزی گفتی عزیزم؟ پشتر خراب شد دوست عزیز. دست شما درد نکنه. مرسی. تو خندیدی. آره ولی اینجوری وقتی تاکسی خیلی بد اخلاق بعضیاشون واقعا بد اخلاق، مثلا تو ایران ما فامیل داشتیم جدی. اصلا نگو نپرس. تو تهران با تاکسی سوار میشدیم یه خود در رو میزدیم، چرا در رو محکم میگونی در تیلر همینطور میگفتم والله. ویدیو بعدی. این عطرمه لورد جور 10 من تومن ایپادمه، 70 من تومن 14 برو گوشیمه، کیف پولم کارت بانکی یه چقدر رو برش کن، کیف پولم 1000 دلار مساوی با 5 میلیون، یه سیگارم بذارم جلوش، 4 میلیارد ماشینم، 30000 تومان پول عطرمه، در خاص علی گرفتمش، 5000 تومان ایرپادمه،
از یه دونه متادای اداره را خریدمش. گوشیمون دست یه معتادی بوده 20 تومن ازش خریدمش. کیف پولم هیچ توش نیست کارتا، فقط 10,000 تومن نقدی دارم. اینم سویچ ماشینمه، حکم توقیفش اومده 30-40 تومن پولشه. هیچ کدوم نخرید. جالب بود، خیلی جالب بود. بگو متکا بخور از این کتکا. حالا تو بگو هایده. آقام نه ببین خیلی بیشونه. نخندیدی پیش کنم نخندیدی. گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم. خالت از این آیسن اسلامی خیلی خوشم میاد، خدایی خیلی خوشم میاد از این آیسن اسلامی. من خندیدم. تو خندیدی؟ تمومه نه اون اولش نخندیده به ایسان اسلامی خندیدم. دودا شدیم. یس کامان ای جانم به این هوا که اینقدر حال آدمو خوب میکنی. داش میخوام برم جلفا. خب برو چیکارت دارم؟ خدایی چی بود؟ خیلی جالب ولی تو اول خندیدی. خندیدم اول خندیدم. 3-2 خیلی جالب بود. خیلی داشت میخوام خیلی جالب بود. یکی خود عادت فرصت دفعه دیگه اینجوری بهش میگم. وای چه چیزایی درست میکنه واقعا. تعجب برانگیز. ویدیو بعدی. من که از فردا تعطیلم تا 16 فروردین. هر شب به راه دارا جوجه، شبا به راه، شبا پیتزا به راه، بعدش هم یه چیز دیگه به راه. خوب میشم بچگی‌های ما. حالا یه چیزی هر کی یک اینجوری بکنیم دیگه بس سخت‌ترش کنیم. اصلا نه لبخند هیچی، یا کلا ثابت بریم ویدیو بعدی. من به خاطر تو این استخر رو با پارچ پر کردم ولی تو آکواریوم دوست داشتی بی معرفت. بده 6. من این استخر تو این دل این طبیعت با آفتابه پر کردم، اما تو توی استخر تو باغ دوست داشتی بی معرفت. بده 8 تا نیست. عجیبی درست میکنه. چیز عجیبی درست میکنه. ویدیو بعدی. خجالت بکش، من پا بدم چی بشه؟ من بهتون دست میدم ممتو اگه مرد باشید. ویدیو بعدی. امین حالا یه چیز واسط دارم. چی بگو؟ اونجا ویدیو که هست اونجا صفحه باید دستتو بذاری روی اون. اوکی. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. چی شده من واقعا نفهمیدم. چی شد تو؟ You touch my la-la-la. چی؟ بذار دوباره ببینه. حالا من دستم میذارم. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. چه ویدیو جالبی بود. ولی جنبه فان داشت. خنده‌دار بودن نداشت. ویدیو بعدی. وقتی بدون زبان خوندن میاد کانادا. تقریبا. Excuse me. Hello. اینه one my mother. برام my mother. Can you speak English? Yes. اینا وای برای مادرم. اینه به گلگلیه تقریبا مثل شما، یعنی شکل شما. my motherم اینا خارجیه داره. اینا میخوام ببینم اندازه شما هست برای مادرم.
اینو شاید 100 بار دیدم هر 100 بارم بهش قدیم دیدم نتونی از خودشون نه خودم چه باحال اگه راست میگه بچه‌ها بدون زبان خوندن نرین کانادا. ویدیو بعدی امروز امشب با همون میایید وقتی چجور بچه‌های خارجی بریم بده بهت میگم که بیشتر بخون بیشتر بدون تو همونی هستی که چند سال پیش فکر میکردی خیلی میدونی الان میدونی که اون موقع هیچی نمیدونستی پس بیشتر بخون تا بیشتر بدونی تا بیشتر بدونی که هیچی نمیدونی نه اینکه فکر کنی و ببالی به خود که خیلی میدونی انقدر بخون انقدر بدون تا بفهمی که هیچی نمیدونی واقعا جواد خیابونیه میخوام درک کنم نمیشه خیلی باحال بود خیلی باحال خندیدی تو؟ نه بعد ویدیو خندیدم اوکی و آخرین ویدیو وقتی از کسی ناراحتی و میخوای همه بدونم هی چه برگت زلیل مرده؟ هیچی میریزه به هم انگارم خیلی جالب ولی من واقعا خودم این کارو کردم میزدی اصلا سعی میکردی بهشون بفهمونی آره اونم حواسشون نبود نه اهمیت نمیدادن آره بذار نراحت بشه مساوی هستیم آره بعد 3-3 و یه کاری کنیم هر دو تموم بخوریم جدی درود بر تو هر دو تموم میخوریم let's go ما حالا باید چیکار کنم دیگه بد میشه حالت بد شد بد میشه دیگه نه بابا جواد اوکی با جواد خیابونی فهمیدیم با سل روش نشون بده اینجاست چینیه ژاپنیه ژاپن ژاپن شاید ژاپنی حالا ببینیم چه اول تو نبی با هم البته که با هم اینجوریه چه بسته‌بندی ولی من متوجه این شدم که ژاپنی چینی‌ها خیلی پلاستیک به کار می‌برن نسبت به اینجا حتی ایران خیلی پلاستیک خیلی ترشه ببینیم من میترسم نترس خب یه خیلی جالبی هم داره و بجم یا بزنیم تو دهن همینطوری نه آب مثل آب باید بریم اوکی 1 2 3 چه خوش شیرین خوشمزه خوبه بخور برام چیزی هست نکردم خیلی خوشمزه واقعا نیاز داشتم الان چه مزه خوبی بود مزه ندارم اوه دامی توی خطرناکی اسم مونم من این برایش بکنم آها یهو ترش میشه اصلا یه جوری میشی از اون شیرینی خوشمزه یه لحظه اصلا زد میزنه تموم شد لحظه تو؟ نه هنوز تموم هم نشید هیچ جوری نه یه باید بجویی من تمامش کردم ولی مزهش واقعا اولش عالی بود واقعا ولی بعدش یه مزه اومد اصلا به همه ریخت خب دیگه بچه ها رسیدیم به آخرای برنامه و اینکه ازتون خیلی ممنونم که با ما همراه بودیم و اینکه
ما را همراه کنید، لایک کنید، کامنت بذارید واسمون و سابسکرایب زنگوله را فعال کنید. ما را هم دنبال کنین تا منتظر ویدیوهای بعدی باشید. پس فعلا مواظب خودتون باشید تا یه نمونه دیگر. خدافظ. امروز قراره با هم try not to laugh. چی؟ خارجی نگو. سلام به بچه یه نموره. بعد میگم با مجازات این سری تو یک زمان همه کرده بودن دیگه. انقدر فکر کنم میشه هم بودن، یعنی که مثلا روز و شب و مثلا با هم وقت بودن کاراشون شبیه هم شده بود. چی؟ بچه ها زبانشون یک زمان آوردن تو ویدیو بیرون. دقت کردی؟ نه. که تا یه نمونه دیگر. یک دو سه. سلام بچه ها.